من ویدیو ساغری هستم، ژورنالیست هستم و همچنان فعال حقوق زنان هستم. مادر 2 کودک هستم، 32 سال دارم. از بین هزارها نفری که در هفته و در ماه و در سال باعث خیابان‌آزاری من میشن، امروز تقریبا 40 دقیقه پیش در ساحه کوی فکر میکنم کوی تلویزیون، سرکی که تازه میخواد ساخته شود و کسی به نام سید یاسین که 2 پا هم نداره و این وکیل ناحیه 3 در امون منطقه است، هر روز یا حداقل هر هفته یک بار زنایی که سر کار میرن، زنایی که در موترهای مخصوص مامورین هستن که برن باید به سر کار، اینا رو با الفاظ بسیار بدی یادآوری میکنن. چنانچه من عادت ندارم که ادبیات خیابان آزاری را پنهان بکنم، میخوایم این الفاظ به زبانم جاری بکنم. مثلا امروز به من میگه که فاحشه و کسداده امریکایی ها. من نمیفهمم که وزارت امور نازنا، نهادهای عدلی و قضایی که برای زنان و مرد خشونت زنان و همچنان بحث خیابان آزاری کار میکنن، قوانینی که در این عرصه پاس میشه، این چی زمان بستر اجرایی پیدا میکنه؟ چی زمان او روز میرسه که من از کوچه خانه و تیر شوم من فاحشه گفته نشه؟ چی زمان او روز میرسه که 1 2 تا از این آدم‌های احمق، آدم‌های هرز، آدم‌های بیمار و آدم‌هایی که من نمیدارم در چین و بستر اینا بزرگ شدن، اینا از اینا بازخواست میشه که آقا جان همین زن تو به فحشا دیدی؟ همین زن دیدی که فحشا کرده باشه؟ نه. پس چطوری میتونی بیایی همچون بهتان برش ببندی؟ قانون محو خشونت خیابان آزاری علیه زنان و کودکان پاس شده. این چی وقت اجرایی میشه؟ چی وقت اجرایی میشه؟ مراجع مسئول چی وقت پاسخگو هستن؟ سید یاسین چه کسی مسئولش است که گرفتار کنه و ایره به مجازات بکنه؟ بر اساس همین قانون چه زمان جریمه میشه این آدم ها؟